آقا به به، ببینید چی آوردم. هواکش‌های فلزی کیفیت ژاپن. امروز میخوایم دل روده اینا رو بریزیم بیرون، ببینیم چی دارن که اینقدر روی موتور تاثیر دارن و اینقدر میگن برای سلامت موتور خوبه. همچنین اینا روی صدای اگزوز هم خیلی تاثیر میذارن. پس حتما ما رو دنبال کنید و این ویدیو رو تا آخر تماشا کنید. با سلام و عرض ادب، خیلی مخلصیم. امروز میخوام یک محصول عالی با کلی ویژگی‌های خوب که برای موتورتون خوبه رو کامل بررسی کنیم و ببینیم علت این خوب بودن چیه. پس جایی نرید و حتما این ویدیو رو تا آخر نگاه کنید، چون قراره کلی نکته رو یاد بگیریم و به موتورت یه حال اساسی بدی. علاوه بر اون تو قراره با یک محصول آشنا بشی، پس اینو از دست نده تا واسه آگاهی خودت هم که شده اینو داشته باشی. پس بزن که بریم. آقا مگه میشه موتور یا ماشین داشته باشی و درباره هواکش نشنیده باشی؟ خب این اصلا امکان پذیر نیست. الان میخوایم این هواکش تمام فلز و آهنی مخصوص موتور رو براتون کامل از بدیها و خوبیاش بگیم. بالاخره اگر شما با آگاهی کاری رو انجام بدین خیلی بهتره، چون نتیجه اون انتخاب برای شما میتونه خیلی رضایت بخش باشه. پس بزن که بریم و این ویدیو رو حتما نگاه کن تا خیلی چیزا رو در مورد هواکش، موتور و ماشین یاد بگیری. خب این هواکش همونطور که گفتیم کامل از جنس آهن ساخته شده. همونطور که مشاهده میکنید جای باتری موتوره که شما باتری موتورتون رو توی اون قرار میدین که یک مزیت عالی که داره. هواکش های معمولی یا اسپورت که اصلا این جای باتری و یا جای باتری. پس اون مزیت چی میتونه باشه؟ شما هواکش های اسپورت رو مطمئنا همه جا دیدین. خب این هواکش به خاطر این خاصه و همه بهتون پیشنهاد میدن چون با بهترین لوازمات ساخته شده، همه چیزا رو هم همراهش داره. شما اگر هواکش اسپورت بخواید ببندین، خب جعبه آچار رو باید حذف کنید و ممکنه واسه خود جای باتریتون هم مشکل پیش بیاد. یعنی هواکش اسپورت اینا رو نداره. شما فقط یه هواکش معمولی، یک ورق ابریه که شما اونو نصب میکنید و حالا مطمئنا من به یقین میگم که اون عمل کردن واسهتون به اندازه این نداره. خب هواکش‌های معمولی هم اگر دقت کردین جای باتریشون پیچیه و شما توی حرکت که میری، دیگه همتون در مورد آچرکشی موتور میدونید، توی حرکت که میری توی دست اندازا توی زمین بالاخره ضربه میخوره، به مرور این پیچا خراب میشن و یا باز میشن. ممکنه داخل حرکت شما حواستون نباشه و خدایی نکرده اتفاقی براتون پیش بیاد، باتری بیفته یا بالاخره باتریا ممکنه اسیدی باشن، آسیبی به جسمتون وارد بشه. اما این هواکش یه خوبی که داره، نگاه کنید این قسمت رو نگاه کنید، کامل جوش خورده، از پایین جوش خورده، همه جوره با کیفیت ساخته شده. یعنی الکی نیست که بهتون میگن آقا این هواکش رو ببندین، یه چیزی داره. اینم از جعبه آچارش هست که داخل جعبه آچار تمام لوازمات رو همراهش داره. خوب نگاه کنید. یعنی شما برای بستن این محصول فقط به یک آچار 10 نیاز دارید. دیگه نیاز نیست شما کاری کنید، وقت بذارید یا فلان برید دوباره اینا رو جدا تهیه کنید. خود تولید کننده همه چیزو براتون گذاشته. پس کیفیت عالی، لوازم همراهش، تمام آپشنا رو با بهترین نوع ساخت داره. پس دیگه چی میمونه؟ بهترین انتخاب میتونه همین هواکش باشه. خب رفیق من، ما همش داریم میگیم این هواکش آهنیه فلان بیساره. این آهن چه تأثیری میتونه داشته باشه که شما مثلا هواکش پلاستیکیتون رو در بیارین
و برید هزینه کنید اینو بخرید. تأثیر آهن اینه، هواکش آهنی باعث میشه که هوایی که از طریق کاربراتور به هواکش وصل میشه رو عملکردش رو خیلی بهتر کنه و انجنت هم اگر واقعا انجن کیپی باشه خیلی روی این تأثیر میذاره. خب که این عملکرد خوب چند تا خوبی جداگونه داره، یعنی شما هر چیزی که از خوبیای این محصول بگی کم گفتی. این خوبی‌ها چی هن وقتی که شما عملکرد موتور و انجنتون خوب باشه؟ اولیش اینه بهتر کار کردن موتور، دوم بازتر شدن نفس موتور که شما وقتی که گاز رو میگیرین دیگه اون حسی که موتور راه نمیره نمیتونه حرکت کنه رو بهتون نمیده. سومیش افزایش صدای موتوره. شما اگر یک اگزوز با کیفیت مناسب داشته باشین حتی همون اگزوز فابریکیتون رو صداشو چند برابر میکنه. صدای اگزوز فابریکی واقعی خیلی قشنگه، یعنی چیزایی که شما دارید توی بازار میبینید نصب میکنید و میبینید دل میزنه و فلان، این نیست. شما به خاطر اینه که کمپرس موتورتون قوی نیست، هواکش موتورتون جنسش خوب نیست و اون اگزوز رو لش بار میاره به قول خودمون. خب شاید بگین خب این اصلا هواکش چه ربطی به صدا داره؟ من براتون یک ویدیو میذارم صدای یک موتوره که اگزوز شیرازی بستیم و هواکشش هم فلزیه. صدا رو خودتون ببینید، مقایسه کنید و متوجه بشین که چه تأثیری داره، چه تغییراتی روش انجام شده. واویلا واویلا چیکار کردی تو لامصب؟ چیکار کردی آقا؟ دیدین ایمان آوردین؟ البته اینم بگم این ویدیو فقط جهت نمایش نبود یا مثلا بیام این محصول واسه فروش بهتون ارائه بدم. من این محصول رو با هدف آگاه کردن شما انجام دادم و دارم این ویدیو رو براتون میگیرم. و دوم این که من خودم چند سال از این محصول استفاده میکنم و روی موتورم دارم. صدای موتور رو واقعا بدون هیچ بخوایم الکی بگیم آقا آره شما نصب کن تاثیر داره، واقعا بدون تعارف صدای موتورتو فوق العاده میکنه با ضمانت و تضمین خودم. خب دیگه وقتشه که بریم و ببینیم این تو چی داره. دل رودش رو قراره بریزیم بیرون. پس برو که رفتیم. خب یا آچار 10 میاریم. اگه آچارت به این صورت باشه کارت راحت تره، تمیزتر هم انجام میشه، آسیبی هم به دستت و یا محصولت نمیرسه، چون بعضی آچارا به خاطر بد دست بودن به پیچ و یا خود آچار رو خراب میکنه و باعث خوردگیش میشه. خب دوتا پیچش رو باز میکنیم. خب باز شود دیده شود یا نه؟ 1 2 3. بابا باریکلا، واقعا ببینید کار شده روی محصول. اول از همه داخل رو در نظر نگیرید. خب این قسمت رو اگر دقت کنید یه لاستیکی ماننده. خب اینو واقعا ببینید وقتی که میگیم یه چیزی خوب ساخته شده علتش همین تفاوتای کوچیکه. خب مثل خود موتور، زمانی که یه جاش بد مونتاژ بشه شما زمانی که کارتون به تعمیرگاه میفته میفهمید که چه ضرباتی خوردین از اون مونتاژ بد. اما این لاستیکی برای این گذاشته شده که اول اینکه آهن رو آهن نره، چون بالا هم دیگه جنسش آهنیه. این بخشم ببینید آهن کامل. دوم اینکه اگر مثلا شما این دری باشه اینو واسه اطمینان گذاشتن که هوای اضافی از توی هواکش بیرون نره. آره
هوا بیرون نره از توی هواکش و کامل این داخل کیپ باشه که بتونه توی عملکرد موتور خیلی تاثیر بذاره و عملکرد رو بهتر بکنه. خب حالا بریم این ابری رو در بیاریم ببینیم جریانش چیه. اول اینکه حالا اینو که بذاریم کنار، خب اینو برای این قرار دادن که پشت ابری و هواکش که قرار میگیره دیگه کیپ بچسبه و کارشو درست انجام بده. زمانی که کیپ باشه شما نه توی مسیر نه توی دست اندازی که بخورید این ممکنه از جاش بیفته یا لق بشه و این چیزا. اینو گذاشتن واسه اطمینان که کامل کیپ بچسبه و هیچ آسیبی به عملکرد موتورتون نزنه. خب حالا اینا رو ول کنیم و بریم داخل و اول یه نگاهی بندازیم. اینم از داخل محصول، چیزی که خیلی ها دوست داشتن ببینن. من داخلش رو کامل و واضح گفتم براتون بگیرم که نگاه کنید و با آگاهی اگر خواستین روزی تهیه کنین با آگاهی کامل از محصول اینو از بازار و یا اگر افتخار دادین از ما تهیه کنید. خب اینو میذاریم کنار. اینم از نوع ابرشه. البته واقعا وزن داره ها، این نیست بگین یه جنس بازاری کار معمولیه. واقعا وزن و کیفیت خود این قالب و آهنش هم عالیه. اینم از ابریش، جنس نرم لطیف که واقعا فکر نکنم دیگه با این کار بذاره که گرد و غبار اضافه و یا عمل کمپرس موتور بد انجام بشه. واقعا همه جوره میگم دیگه کامل واسهتون شرحش دادم که کامل آشنا بشین و به کیفیت این محصول فوق‌العاده ایمان بیارید. خب داداشای گل، ویدیو چطور بود؟ به دلتون بود کامل با محصول آشنا شدین یا هنوز ویدیو بگیریم واسهتون؟ اگر که هر سوالی داشتین در مورد محصولات و یا جهت خرید همین پایین کامنت واسه ما بذارین. هم پاسخگوی سوالات شما هستیم هم راه‌های ارتباطی با ما رو خدمتتون عرض میکنیم. امیدوارم که این ویدیو رو کامل دیده باشین و یه اطلاعاتی بهتون اضافه شده باشه و بتونین اگر روزی خریدی داشتین با آگاهی انجام بدین. موفق باشین. خدا نگهدار.